سلام دوستان، امیدوارم حالتون خیلی عالی باشه. با یک آموزش دیگه در خدمت شما هستیم و یه آموزش خوب رو از دست ندید. با ما همراه باشین. خب عزیزان، ما میخوایم یک دونه سافت درست کنیم. لوازمی که نیاز داریم چیزای دورریزی که داخل خونه‌های همه هستش. به کارتون نیاز داریم، کارتونایی که دم سوپرمارکت ها هستش. یه دونه شیشه ترشی نیاز داریم، یه دونه لامپ و سرپیچ، 2 متر هم سیم و سیمچین و فازمتر و فویل که برای روی گاز میکشن. خب 4 عدد کارتون نیاز داریم که 10 سانت در 34 سانت این ابعاد کارتونای من و میخوام روی اونا اول از همه فویل میچسبونیم روش. با ما همراه باشید. خب دوستان، الان این فویلا رو ما برش زدیم به ابعاد همین کارتونا. بعد اینا رو روی این کارتونا با حالا چسب 1 2 3 یا چسب حرارتی میچسبونیم شما. خب دوستان، اینا رو ما چسبوندیم. حالا از این ورش میکنیم، اینا رو بغل همدیگه اینجوری بغل همدیگه با چسب نواری میچسبونیمش. خب سافت باکس ما شد تقریبا همچین چیزی. حالا یک دونه این بالاش هم یک دونه چیز داره، اینا ما با چسب میچسبونیمش. خب تقریبا 50% کار انجام دادیم. یه همچین چیزی درست شد. حالا شما داخل اینو میتونیم با اسپری براق کننده بزنین. خب اینو ما فعلا میذاریمش کنار، باش کاری نداریم تا بریم بقیه ماجرا. خب ما یک دونه قطی شیشه ترشی رو از وسط برش زدیم، اینو بچسبونیم اینجا. خب بچسبونیمش داخل این سولاخی که ایجاد کردیم. حالا یکم با احتیاط تر چون این ظریف هم هست دیگه. خب اینا رو میخوام بچسبونیمش اینجا. این که هیچ، میذاریمش کنار. خب میرسیم سر این. ما یه دونه سرپیچ داریم، اینو من بازش کنم. خب این سرپیچه که ما الان باز کردیم میخوام اینجا پیچش کنیم روی اینو سوراخش کنیم و پیچش کنیم.
خب دوستان تا اینجای کار ما پیش رفتیم و اینو اینجوری بستیم. یک سیمو داخل این سوراخ کردیم، بس کردیم به این سرپیچمون و این شد اینجوری. این صاف باکس ما هم شد اینجوری. ما این دور تا دورش چسبوندیم و من از این کاغذا مشکی داشتم، دور تا دور اینو چسبوندم که یکم ترتمیز و شیک بشه. و اینم که نوار چسب برقه دیگه. حالا من یک خلاقیت به خرج دادم و اینو زدم. حالا شما دوست داشتین این کار رو انجام بدین، خیلی چیز شیک داره میشه. یک دونه مهره داریم و این مهره با سایز این سپایه یکیه. ما این مهره رو میخوام اینجا بچسبونیم که اینو بتونیم رو سپایه هم نصبش کنیم و یه کار خیلی شیکی بشه. خب اینو ما با چسب 1 2 3 اول میچسبونیم، بعد با چسب حرارتی میزنیم به پشتش. اینو چسبوندیم و این پیچ هم که من اونجا بستم، همین پیچ سایز سپایه. این خود این پیچ سر سپایه همچین سایزی پیچ داره و اینم راحت اینجا بسته میشه. خب دوستان با این ورقای روغنی میخوام روی این صاف باکسمون هم بپوشونیم به این صورت. حالا چون این ورقاش کوتاهه مجبوریم 2 تا بغل همدیگه بذاریم، اشکالی هم نداره. این ورقا رو کتاب فروشی ها دارن، لوازم خریدی ها دارن، راحت میتونید تهیه کنید. صاف باکس ما شد اینجوری، همینجوری که داریم مشاهده میکنیم. من این دوراش هم قشنگ زدم صافتر شد و آن شد اینجوری. خب بریم واسه تست نور. این لامپ میمونه، این هم که اون سرپیچه لامپ میبریم ما اینجا و اینو میذاریمش اینجا. اینم راحت بسته میشه دیگه. نیازی نیست که شما اون مات کننده یا اون ورق روش رو بکندین دیگه. از همینجا لامپو رنگش رو راحت میتونید تغییر بدین. اینو من روشنش کنم. صاف باکس ما هم شد اینجوری. حالا این نورش رو شما میتونید بردارین زردش کنین، میتونین هم که نورش رو بهتر کنین و پرنورتر کنین، واتش رو ببرین بالاتر. خب دوستان ممنونم تا اینجا همراه من بودین. لایک، کامنت و سابسکرایب حتما یادتون نره. اون زنگوله رو هم بزنین. سوالی بود در کامنت ها بنویسید، حتما جواب میدم. تا آموزش دیگر، خدا نگهدارتون. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me.